سلام رفقا، خیلی خوش اومدین به کانال استاد یوتیوب. اومدم کپکات رو بهتون آموزش بدم چجوری نصبش کنین. بذاریم اول اینو پاکش کنم. من همینو پاک میکنم. فکر کنین الان نصب کردم. اوکی. خب برنامه رو ببندیم. وارد کپکات میشم. اینترنت بیاد بالا. خب اینترنت هم این ور وصله. وارد میشیم، دست به هیچ جاش نمیزنیم، میذاریم رو حالت هواپیما یا همون ایل. بایستین دوباره روشن میکنیم گوشی رو. خب وارد کپکات میشیم، دسترسی رو بهش میدیم. خب میبینید فعاله به همین راحتی. تازه من اینترنتم الان وصل به فیلترهای معمولی تو بازار و گوگل پلی و این داستانا. اشتراکم تموم شده. من الان وصلم به این. ایو دادم به ای، ایو دادم به او. مجتبی قطعش کن. بفرما. آقا حله.